بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. خب با توجه به آتش بس پیش آمده و همونکه مستحضری در اخبار حتما شنیدید، به نظرم رسید یه سری توضیحات خدمت شما بگم و عرض بکنم محضرتون. من متن تایمز آف اسرائیل رو مبنا قرار میدم و حول اون چند محوری که این روزنامه اسرائیلی در رابطه با آتش بس نوشته، همون سرفصل‌ها رو مبنا قرار میدم و توضیحاتی رو محضر شما عرض میکنم. هرچند بعضیش به نظر تکراری که به چه عرض کنم، یعنی شاخه‌هایی از یک سرفصل بزرگتره. خب روزنامه The Times of Israel که یک روزنامه‌ای که نمیتونیم از نظر جریان سیاسی بهش بگیم تندرو، از اون طرف هم مثل هارتس نیست بگیم مثلا. نمیخوام همین دعوایی که ما الان سر چپ و راست داریم تو کشور خودمون، سر وفاقی ها داریم، سر غیره داریم، نمیشه انقدر راحت به کسی گفت اصلاح طلب، اصولگرا یا چه. اما میشه گفت یه روزنامه میانه روه و خدمت شما عرض بکنم که واقعیت اینه و به دنبال اعتلاع رژیم صهیونیستیه. خیلی براش اسم رژیم صهیونیستی در دنیا مهمه، اینکه خدشه بهش وارد نشه. از این جهت میخوام بگم با این پیش‌فرض ببینید. چند نکته رو که من شمردم، توییت هم زدم، 15 تا نکته رو سرفصل میگذاره و میگه که چرا. عنوان مقالش اینه: برای اولین بار اسرائیل جنگی را باخت. خب این که اصلا عنوان درسته یا نه، یا برای اولین بار بوده یا نه، محل بحثه، چون 2006 هم همین اتفاق افتاد در حمله به لبنان. اما برای صهیونیستایی که جنگ 1973 رو گذروندن، 1967 رو گذروندن، با 6 کشور عربی همزمان جنگیدن و پیروزی داشتن، این رو یک شکست میدونن. خود اسرائیلی ها دارن میگن شکست میدونیم. در عمل ما داریم میبینیم مردم غزه خوشحال، شاد و این رزمنده‌های حماس از زیر زمین اومدن بیرون، بین مردم ظاهر شدن و مردم داره از اینا استقبال میکنن. ببین مردمی که 1.5 سال واقعا تحت شدیدترین حملات و تحریم‌ها و سرما و بی‌غذایی و بی‌دارویی و کلی کشت و کشتار صورت گرفته، هزاران نفر به شهادت رسیدن، باید داغدار باشن، باید به اینا حمله کنن، بگن عامل شما بودید. این ما اون محدودیت‌ها و اون خط قرمزی که صدا سیما داره که ما نداریم، ما راحت صحبت بکنیم. خب میگن عامل شما بودید. بعضن رسانه‌های صهیونیستی و گروه‌های نزدیک به اونها مثل عربستان و سعودی اینا وقتی خبر پخش میکردن از غزه، بعضا مثلا با افرادی مصاحبه میکردن در حالی که آواره شده بودن، داشتن حرکت میکردن، از شمال نوار غزه به سمت جنوب میرفتن. بعضا مصاحبه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد که مثلا میگفتن اینا مقصرش حماس، ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم و اینا. میخوام بگم که در عمل ما داریم شادی میبینیم و اونا کجان؟ چرا اونا الان سنگ نمیزنن به این رزمندا، بگن آقا تو باعث کشته شدن پدر و برادر و نمیدونم خانواده من شدی، نمیدونم چه و چه. در عمل هم یعنی اعتراف خود صهیونیست است. بن گویر وزیر صهیونیست افراطی رژیم صهیونیستی کابینه اسرائیل، کابینه نتانیاهو، استعفا داده، گفته من خارج میشم، این آتش بس مایه ننگ بوده برای ما و شکست محسوب میشه. چطور بعد این همه کشت و کشتار، بعد این همه تخریب، چرا این از دیدگاه خود صهیونیستا شکست از نظر نیروهای مقاومت و کسانی که روبروشون ایستادن، یعنی خود مردم غزه در درجه اول که بار اصلی این مسئله رو دوش اونها بوده، یه پیروزی محسوب میشه؟ واقع بینانه بریم نگاه. این روزنامه میگه که تغییر افکار عمومی جهانی علیه اسرائیل، اقدامات نظامی اسرائیل در غزه واکنش‌های بین‌المللی شدیدی را به همراه داشت و موجب انتقاد گسترده از اسرائیل شد. میگه این دلیل اصلی شکسته. میگه شما وارد یه جنگی شدی، وارد یه نبردی شدید، 1.5 سال کشش دادید، میتونستی همون اردیبهشت ماه تمومش بکنی، که واقعا یکی از بزرگترین افسوس‌هایی که امروز بنده معتقدم نتانیاهو داره میخوره اینه که چرا همون اردیبهشت کارو یکسره نکرد، تموم نکرد. خب چون اون موقع سخنرانی که میکرد میگفت نه، آتش بس یعنی شکست، مادامی که حماس نفس بکشه یعنی ما شکست خوردیم. خب پس باید حتما تا نابودی حماس و آزادی آخرین گروگان پیش رفت. خب چه بلایی سر آبروی رژیم صهیونیست اومد؟ ببینید وقتی رژیم صهیونیست صحبت می‌کنیم، این کسایی که پول دارن، رسانه دارن، قدرت نظامی امنیتی دارن، این واقعیته. یه جورایی اونا مدعی هستن که دنیا دستی نیست و دنیا رو دارن میچرخونن. کاری که اینا در اوکراین کردن شما ببینید، قدرت رسانه‌ای واقعا عجیبی دارن که تو حوزه رسانه به بلوغ رسیدن و میدونن باید چی کار بکنن. هر کسی جلوی اونها بیسته
میشه بدترین کشور، میشه سفاک، میشه تروریست، خودشون هر کاری بکنن نه. اما امروز واقعا اینی که این دیوار ترک برداشت. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم نتانیاهو یک جنایتکار جنگی تحت تعقیبه. وزیر وقت دفاع رژیم صهیونیستی همینطور. اینا قبلا بر اینا به این شکل سابقه نداشته. کل دنیا مردم جهان علیه اینان. شاید شما چند تا صهیونیست پیدا کنید یا چند تا کشورهایی که مثلا یه سری از این هندی‌ها و نمیدونم اینا پیدا بکنید که سمت اینان یا برای اینا 4 تا توییت میزنن. اما واقعیت اینه که وقتی موشک‌های ایرانی به سمت اسرائیل رفت، ما دیدیم اکثر مردم دنیا خوشحال بودن. اکثر مردم، یعنی وقتی ما داریم با اکثریت حرف میزنیم شاید امروز 80-90% مردم دنیا مخالف اسرائیلن و آرزو دارن این صهیونیست‌ها ریشه‌کن بشن. دوست دارن اینا از روی زمین اثری از اینا نمونه روی زمین. چرا این اتفاق ناشی از چیه؟ ناشی از این قتل عامی که صورت گرفته. و نکته مهمی دیگه این که نشون میده که دیگه اینا با این ابزارهای رسانه‌ای که کنون امروز دستشونه دیگه نمیتونن دنیا رو تحت سیطره رسانه خودشون در بیارن. یعنی خبر درز کرده، خبر فلسطینی به دنیا رسیده. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم 100 خورده میلیون نفر مشترک فقط تیک تاک تو امریکا داشته. خب تیک تاک رو فیلتر کردن، در امریکا فیلتر کردن. 12-13 میلیارد دلار بیشتر هم میگن آسیبی بوده که کاربرای تیک تاک چون کسب و کارشون رو برده بودن توی تیک تاک آسیب دیدن. یکی از دلایلش چیه؟ دلایلش همینه که میگن تو تیک تاک اینا خوب پخش شده بود اخبارش. خب حالا با این کار چه اتفاقی افتاده؟ آیا میتونه که فردا دم از آزادی بیان بزنه؟ مطلقا. خب این اتفاق ما باید ببینیم دیگه، این مسئله رو باید ببینیم. دیگه نمیتونه حرف بزنه. فردا میتونه یه روزی مثلا چه میدونم جمهوری اسلامی که اینستاگرام فیلتر کرده تو رسانه‌اش بیاد بگه که آقا این کسب و کار مردم رو خراب کرده، این نمیدونم خدمت شما عرض بکنم داره نمیدونم آزادی بیان نیست. تو همین کار خودت توی آمریکا داری انجام میدی. با چه عددی 100 خورده میلیون نفر عضو بشن. خب افکار عمومی جهانی به شدت علیه صهیونیست شده و اینایی که با رسانه همیشه مسی رو برمی داشتن میبردن کنار دیوار ندبه، نمیدونم فلان خواننده فلان بازیگر به نفعشون بازی کنه، بازیگرای نمیدونم فلان فیلم و صهیونیست بذارن. چه میدونم شما دیدید چه بازیای رسانه اینا بلدن در بیارن. مظلوم نمایی‌های فراوانی که بخوام بکنه این دیوارش ترک برداشت و شکست. دیگه جواب نمیده. امروز صهیونیست‌ها منفورن، میترسن یک جا اعلام کنن اسرائیلی هستن. کلی کلیپ شما تو همین ایام دید طرف تو کافش تا فهمید اسرائیلیان، تو اروپا یعنی انداختش بیرون. تو بازی با فلان تیم اروپایی شما دید چه اتفاقی افتاد. مردم نفرت دارن از این. توی زمانی که توی ورزشگاهی که دیگه تو ورزشگاه فوتبال که پوپولیستی ترین شکل ممکنه، مردم بیان علیه رژیم صهیونیستی شعار بدن، به نفع فلسطینی‌ها شعار بدن. یعنی چی؟ یعنی این تا بن دندان مردم نفرت به صهیونیست‌ها رو دارن حس میکنن. میلیاردها دلار اینا هزینه کرده بودن برای اینکه اسرائیل رو ریبرند کنن، برای اینکه اسرائیل رو مظلوم نشون بدن، برای اینکه اسرائیل تنها دموکراسی خاورمیانه نشون بدن، برای اینکه بگن فلسطینی‌ها تروریستن. میلیاردها دلار خرج کردن، همش باد هوا شد. این مسئله اصلی اولی که این روزنامه صهیونیستی بهش اشاره میکنه. دوم میگه آزادی زندانیان فلسطینی. در جریان جنگ و مذاکرات تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی، حتی آنهایی که به حبس ابد محکوم شده بودن، آزاد شدن. خب توی این آزادی گروگان‌ها مبادله صورت گرفته. فلسطینی‌ها هم اسم دادن گفتن ما اینا رو می‌خوایم. افرادی توشون بوده که هر کدام اینها استعداد تبدیل شدن به یک یحیی سنوار رو دارد. خود یحیی سنوار من یکی بود، یکی از همین زندانیانی بود که دست اسرائیل بود که این مبادله آزاد شد. خب خیلی صهیونیست. اصلا دیوید بارنیا رئیس موساد مستقیم رفته بود در دوحه قطر، مستقر شده بود اونجا، وایستاده بود که بگه آقا این آزاد میکنیم اون آزاد نمیکنیم. خب اما این لیستی بود که اینا تایید کردن، گفتن ما اینا رو میخوایم. مجبور شده اسرائیل اینا رو بپذیره. یعنی چی؟ یعنی اینا کل امیدشون به این بود ما تونستیم تو ساختار رهبری جبهه مقاومت ضرباتی بزنیم، سید حسن نصرالله رو بزنیم، سید هاشم صفی الدین رو بزنیم، این طرف یحیی سنوار رو بزنیم، اسماعیل هنیه رو بزنیم. خب میگه این الان جایگزین میشه. و افرادی که ببین سالها در زندانهای رژیم صهیونیستی بودن، یه کسی مثل یحیی سنوارن که سالها نشستن فکر کردن تو اون سلول‌ها. خب شما باید برید بشینید با یه سری از اسرای خودمون حرف بزنید. اسرای ما تو جنگ تحمیدی که رژیم بعث عراق اینا به اسارت گرفته بود، چون من توفیق دارم بعضی موقع برای نظام میرم سخنرانی یا باشون میشینم نشست و برخاست دارم، واقعا روحیات عجیب و جالبی دارن. اون مدت‌ها درون سلول گیر افتادن، درون زندان بودن،
اینقدر اینا به یک افقهایی فکر کردن، یک مسائلی رو نشستن آنالیز کردن، خب که وقتی با شما صحبت می‌کنن اصلا تعجب می‌کنید که چطور این به ذهن یه نفر میرسه. خب به خاطر که اون تو فضا بار اومده. حالا فکر کنید تو زندان‌های صهیونیست‌ها اینها سالها نشستن یک بغض فروخفته رو روش کار کردن، اگر آزاد بشم این بار این کارو میکنم، اگر آزاد بشم این فکر رو انجام میدم. خب یکی از همینا عرض کردم یحیی سنوار بوده. این چه بلایی سر این آورده، امروز یه قهرمان برای کل جهان اسلام شد. یعنی اینا با دست خودشون قهرمان ساختن. میگه ما مجبور شدیم این افراد رو آزاد کنیم و هر کدوم اینا پتانسیل تبدیل شدن به یک رهبر نظامی سیاسی و اجتماعی دارن. و جالبش اینجاست که در فلسطین از منتهی من بارها گفتم یه بحث فرهنگی ریشه‌های فرهنگی مباحث اجتماعی رو میسازه، اجتماعی سیاسی رو میسازه، سیاسی امنیتی و بعد نظامی رو. جالبه نظامی ترین آدم در جبهه مقاومت میبینید فرهنگی ترین آدمه. این که اینا یک دست هستن این خیلی مهمه ها. یعنی مردمی که از زیر ساخت‌های فرهنگی اجتماعیشون مقاومت میجوشه. شما دیدید شعار میدادن وقتی این حماسی ها اومده بودن روی زمین و اسلحه به دست سوار ماشین مانور قدرت میدادن در نوار غزه، اینا چه شعار میدادن؟ میگفتن احنا، یعنی ما، نحنو شعبی کی محمد ضیف، ما ملت اوییم، کسی که طراحی کرده بود این عملیات. یعنی تو 7 اکتبر چیکار کردید؟ مثلا 1.5 سال از ما کشتید، هیچ تأثیری نداشته. به خیلی پیام بزرگیه. شما خودتون رو، ما که بیرون وایستادیم سر ماجرای سوریه، تازه ما نه بخشی از کشورمون بود، نه به اندازه صهیونیستا اونجا به این شکل درگیر شده بودیم. ما بیرون چقدر حس بدی داشتیم. خب ببینید حالا نقطه مقابلش وقتی صهیونیست و چرا وقتی این شادی این اموی ها رو میدیدیم، درسته؟ میگفتیم اینا تا دیروز این تروریستای ابو محمد الکردی، حالا اسمش گذاشته ابو محمد جولانی، کروات زده و فلان، ببین تو تا دیروز داشتی سر میبریدی، ببین چه اتفاق افتاد. حالا همون حس رو ببینید صهیونیست‌ها چه حسی دارن نسبت به مردم غزه وقتی میبینن که هیچ، این همه آبروشون تو دنیا رفته، این همه کشته دادن، اقتصادشون نابود شده. حالا راجع به بحث اقتصادی توضیح میدم. خب ما انگار نه انگار اون مردم دارن شادی میکنن و میگن که ما ملت و شعب اون طراح این عملیات هستیم. چه اتفاقی افتاده براشون؟ و چی؟ و کلی از این حبس ابدی ها، حبس ابد یعنی کسی بوده که واقعا ضربه زده بوده به صهیونیستا، از صهیونیستا آدم کشته بوده، اون آدم آزاد شده، حالا برگشته و او میره جایگزین میشه توی این ساختار، خدمت شما عرض بکنم نظامی حماس میخواید بگید یا هر چیز دیگه. 3 بازسازی توان نظامی حماس توانسته نیروی نظامی خود را بازسازی کند و همچنان در غزه نیروی با حدود 12,000 نفر دارد. این عددی که صهیونیست‌ها دارن میگن، خب که به نظر من این عدد بیشتر از واقعیته، چون خیلی هم خواهند پیوست و امروز بازسازی توان حماس جور دیگه هم اتفاق میفته. اینجا یه سرفصلی دارم راجع به خودمونم برمیگره، به حزب الله برمیگره، به رژیم صهیونیستی هم برمیگره که مهمه گوش کنید. این بعد از این جنگی که این جنگ 1.5 سال که الان در بین جبهه مقاومت و صهیونیست‌ها بود، خب هم اونا فهمیدن نقاط ضعفشون کجاست، هم ما فهمیدیم مثل نقاط ضعفمون کجاست. از ابتدا چون حماس لبه برخورده با اسرائیل بود، بیشتر از بقیه ما با اسرائیل جنگیده بود، از ابتدا رفته بود زیر زمین، تو عمق بالایی رفته بود، خب و پراکنده بود. ببینید اینا بارها شمال غزه رو پاکسازی سد کردن، یعنی هیچ مورچه اونجا زنده نمونده بود. همونجا عملیات ترکیبی دوباره میزدن، کمین ترکیبی دوباره انجام میدادن. اینا مونده بودن از کجا میان؟ چرا؟ چون از قبل تو نوار غزه اینا درگیر بودن. حالا نوار غزه که بیخ دریاست، میدونید تونل زدن اونجا خیلی کار سختیه. چند متر بکن شما به آب میرسید. چه جوری رفتن که این بمب‌های سنگر شکنی که شما دیدید در بیروت وقتی افتاد چه اتفاق افتاد؟ چه جوری تونستن توان نظامشون رو پخش کنن؟ چه جوری با این پمپ‌ها آب میکشیدن بیرون از اونجا؟ برق اینا چه جوری تامین شد؟ چه سازوکار ارتباطی داشتن که موساد نمیتونسته یا شباک نمیتونسته اونو کشف بکنه؟ اما تو حزب الله اشتباهی که وجود داشت، ما دیدیم همه اون سازه اصلی بدنه فرمانده حزب الله تو بیروت مشخص بود در یک شعاع کوچکی است، تا تونست اونجا رو بمباران کرد.
بمب زد انقدر که اصلا چه چاله بزرگی درست کرد، بعد تو همونجا گاز خفه کننده زده. چرا این اتفاق تو غزه نیفتاده؟ چند بار اینا گفتن آقا ما اینقدر تونل هاشون رو کشف کردیم فلان، 80% 90% تونل ها رو نابود کردیم. اینا کجا میبینون؟ اینا کجا دارن زندگی کردن؟ تو همون منطقه شما پاکسازی کامل کردید، اینا دوباره وارد شدن و عملیات انجام دادن. تازه امروز نکات دیگه هم فهمیدیم. اولا بدونید اسرائیلی ها هم به نظر من زیر زمین خواهند رفت، ما هم زیر زمین خواهیم رفت. بعد از همین درگیری که بعد صادقی که ما داشتیم اونا پاسخ دادن، ما فهمیدیم اگه شاهرود سولش خورد ما حالا دیگه میدونیم کجا باید انجام بدیم. شما دیدید مثلا رونمایی یکی از شهرهای موشکی، شهرک‌های موشکی ما این پیام داشت برای رژیم صهیونیستی، دیگه نمیتونی بزنی، دیگه اون سوله توی شاهرود نیست. حتما اونها هم کارهای انجام. این بازسازیه، ببین این لبه تکنولوژی و آخرین قدرت نظامی طرف مقابل دیدی تو، یعنی اسرائیلو او چه جور دیگه بمباران کرده. اون رزمنده که زیر زمین بوده این بمب سنگر شکن مثلا فرود می اومده، میدیده مثلا تا چه ارتفاعی زیر زمین مثلا این موج انفجار میگیره، این لرزه مثلا موجب ریزش به فرض تونل ها میشه. حالا فهمیده و فیلمی که اومد شما دیدید دیگه، همین دیروز دارن بازسازی میکنن تونل ها رو، یعنی بلافاصله اونم از نظر رسانه‌ای که 10 برابر ما جلوترن. یعنی حماسی‌ها خوب از روز اول سخنگو داشته، بدون نان استاپ، بدون توقف اطلاع داده به مردم. یمنی‌ها از ما جلوترن. خب اون یحیی سری میاد وای میسته، بیان صادر توضیح میده، قشنگ میدونه چی به چیه، قشنگ مشخصه، روایت اول دست اوست. خب چقدر اسرائیل همون روز اول اصرار کردن، خواستن اثبات کنن که این گروگانه که حماس رفته گرفته مثلا به اینا تجاوز صورت گرفته، اینا رو کشتن فلان. دیدی چقدر قشنگ فیلم ضبط کردن از اون پیرزنه مادر بزرگه اسرائیلیه، نمیدونم کی اینا. بعد اونا وقتی اومدن شو یا مصاحبه کردن، نه آقا برخورد اینا با ما خوب بود چه بود، شکستن روایت پرقدرت و پربسامد اسرائیلی رو. این هنر رو داشتنی. اون بازسازی امروز کمک میکنه. اسرائیل میگه لبه بعدی تکنولوژی چی خواهد؟ من که بمب اتم بندازم رو نمیتونم بندازم که دیگه. بدتر از این بمبایی که استفاده کردم اینا سالم موندن. تازه فهمیدن ایرادات کارشون کجاست، تازه فهمیدن نقاط ضعفشون کجاست. تو درگیریه تا روز آخر هم اینا بازم راکت میزدن. همین امروز هم تا قبل ساعت 2 دوباره از غزه راکت شلیک شده. یعنی چی؟ یعنی تو نتونستی جلو راکت های منو بگیری، جلو موشک پراکنی به قول خودشون میگن خب یا راکت اندازی نتونستن بگیرن. تا روز آخر تو همون منطقه‌ای که اینا میگن ما پاکسازی سد کردیم، اینا از همونجا عمدن میزنن. چند تا کمین انجام دادن. فیلماش هم بعد جالبه، تمام اینا با اون امکانات کم واقعا فوق العاده است. یعنی ما شرم‌آوره برای ما. خب این تانکر میزنن، مشخص میکنن، این مثلث قرمز رو به پایین که شد نماد. خب بعد صحنه آهسته میکنن، مشخص میکنن دور تا دور محدوده رو لیمیت میکنن، میگه ببین اینجا داره میخوره ها، ببین صحنه آهسته‌شو نشون میده. ما رو به اون صدای کلیپاشون، به آهنگ کلیپاشون شرطی کردن. میدونیم آقا این یعنی کلیپ خدمت شما عرض بکنم حماسه، کلیپ جبهه مقاومت توی فلسطینه. خب کار رسانه‌شو انجام داده، تو دل اونجا نشون میده آقا 10 تا اینجا تو این تانک خورد، 2 تا اونجا خورد، 20 تا اونجا خورد و اینا رو هر روز داشته ادامه میداد و مردم داشتن اینو میدیدن. حالا اینا رو جمع بزنید چند تا اسرائیل کشته داده. تردید نکنید، بذارید 1-2 سال بگذره، آمارا آروم آروم میاد بیرون. آمار اسرائیل اولش اجازه نمیده. الان مثلا عدد مضحکی میدن، میگن کلا 400 تا کشته داشتیم، مثلا فقط 200-300 تا تو اون روزهای آخر تو جنوب لبنان داشتن اینا. خب تو هر کمین 70 تا یه جا فقط رزمنده حزب الله لبنان از اینا کشتن تو یک کمین فقط. بعد چجوریه مثلا سرجم اینا 400 اینا چرت دیگه. اما آدم بالاخره این آدم کشته شدن، ننه باباشون دنبالشون میگردن و احزاب خدمت شما مثلا مخالف نتانیاهو اینا رو فریاد خواهند زد. صبر کنید. تو گزارش زمین جنگ 33 روزه هم همینجوری بود، دروغ میگفتن، بعدن گزارش وینوگراد که اومد بیرون خیلی از اینا لو رفت. مورد 4 میگه اثبات انعطاف پذیری اسرائیل در برابر خواسته ها و درخواست ها. اسرائیل در ازای دریافت امتیازات کوچک مجبور به اعطای امتیازات بزرگ شده است. میگه ببین مخاطب رژیم صهیونیستی که عموما دشمنانشن، خب فهمیدن و شرطی شدن که اسرائیل حرف مفت زیاد میزنه،
الکی گندگی میکنه، اما منعطفه. مقاومت کنی بایستی آخرش کوتاه میاد. میگه این خطره. خیلی تحلیل دقیق و درستیه. میگه شما ریشه‌ای دارید یه چیزی رو خراب میکنید. به صهیونیستا داره میگه. مثال داخلیشو بگم، من میگم هر بار که ما یه جاسوسی رو آزاد میکنیم در قبال یه پولی گیره اون کشور میاد. اوکی، میفهمم. اما یه نکته دیگه هم داره ها. چه اتفاقی میفته؟ شما داری یه زیرساخت‌هایی رو خراب میکنی. داری به اون جاسوس‌ها این پیامو میدی، میگه نگران نباش، اعدامی در کار نیست، بالاخره چی؟ مبادله میشید. ها، این خطره. یعنی یک زیرساخت‌ها، یه چیز راهبردی رو خراب میکنی برای به دست آوردن یه چیز زودگذری، ولو اون مهم باشه اون لحظه ها، منو میفهمم، اما بسترهایی داره خراب میشه. اینجا این از این جنسه. میگه اثبات انعطاف پذیری اسرائیل در برابر درخواست‌ها. میگه نشون داد که رژیم صهیونیستی الکی شاخوشونه میکشه، آخرش هم کوتاه میاد. فقط باید فشار روش چی بشه؟ زیادتر بشه. من به شما میگم اگر از ابتدای درگیری‌ها عربستان زیر ضربه رفته بود و بخش انرژی زیر ضربه رفته بود، یعنی برادرای یمنی که اسرائیل رو میزدن یا حالی هم به اماراتی و عربستانی‌ها میدادن، بسیار زودتر تموم شده بود. اصلا تردید نکنید فشار ترامپ بوده رو اینا. حالا من بعدم نیست همینجا بگه سرفصلش هم بود، اما چون حضور ذهن ندارم اونجا میگم گفتم قبلا. تمام امید نتانیاهو به این بود که کارو کش بده، ادامه بده تا انتخابات ترامپ بیاد و بعد او تمام حمایت کنه. بدترین ضربه رو نتانیاهو خورده. میدونید چرا؟ امروز یک مجرم و جنایتکار جنگیه که ترامپ هم قبولش نداره. نمیدونم چقدر شما میدونید، من قبلا براتون صحبت کردم راجع به لابی صهیونیستی که کمک مالی میکرد به ترامپ، شلدون ادلسون و زنش مریم ادلسون. اینا گفتم ما تا 100 میلیون دلار هم حاضریم پول بدیم به ترامپ فقط بیاد کرانه باختری رو ملحق کنه. خب اما آیا میدونید که امروز جنگ جهانی بین مریم ادلسون و سارا نتانیاهو، این زنا به جون هم بیفتن ماجرای عجیب غریب میشن. سارا نتانیاهو تاثیرگذار روی نتانیاهو رو شخصیتش. خب ما هم داریم تو کشور خودمون داشتیم بعضی از سیاستمدارامون که خانوماشون خیلی تاثیر داشتن روشون و اصلا خودشون کنشگر بودن و از اونها هم دارن دیگه، آدمیزاده هر جا باشه. خب دیگه من اسم نبرم خودتون فهمیدید. خدمت شما عرض کنم که الان درگیری هست. اینو فکر نمی‌کردن که ترامپ بیاد فشار بیاره و بگه باید تمومش بکنی. اینجوری نیست. یعنی بیچاره ترین کس تو این ماجرای این آتش بسه شخص نتانیاهوه. یه ریشه های خراب شد. چرا؟ چون هیچ کس دیگه‌ای بدتر از نتانیاهو تو اسرائیل عمل نخواهد کرد. از نظر یعنی سرتق باشه، بمونه، انگیزه شخصی داشته. نتانیاهو میدونست این آتش بس برقرار بشه، جنگ تموم بشه، بعد بره دادگاه. چون تو خود اسرائیل همین آدم متهم به فساده. اصلا که دلیلی که کشش میداد جنگا این که شرایط بحرانی بمونه، قوه قضاییه خودشون اینو نخواد. الان تموم شد. این هم مثل اولمرت باید بره زندان. واسید ببینید. خب یه سفر خارجی دیگه تو خیلی از کشورها نمیتونه بره، چون باید دستگیر بشه. یه جنایتکار جنگیه. از این طرف امید داشت به ترامپ برسونه ماجرا رو، با ترامپ حل میشه، به ترامپ هم رسید. ترامپ هم گفته تو باید سریع آتش بس اعلام کنی. چرا؟ چون امریکایی‌ها به یه حد و مرزی رسیدن که دیدن بابت اسرائیل بی‌نهایت دارن هزینه میدن. هم پول دارن میدن تو کشور خودشون، میگن آقا ما خودمون هزاران مشکل داریم، بعد پولمون رو بدیم به اسرائیل کمک کنیم. چرا؟ که بره بچه مردم رو بکشه. به ما چه ربطی داره؟ تو دل خود جمهوری خواها اصطلاحاً جریان جکسونی، یه جریان ویلسونی داریم، جریان جکسونیا نجات پرستاشونن، تنداشونن، تو جمهوری خواها بیشترن. اونها هم میگن ته تهش خود آمریکا، اسرائیل برای آمریکا، نه آمریکا برای اسرائیل. بله یه سری انجیلیست هستن که خیلی دیگه نگاه اعتقادی دارن، میگن آقا اولویت با اسرائیل. اما اینا چقدر تعدادشون؟ چجوری میتونی بری مثلا با مردم اینجوری حرف بزنی بگی که آقا آمریکا به فدای اسرائیل؟ شدنیه این؟ دیدن پولشون رو که داره میره، آبروشون هم داره میره این ور اون ور دنیا. میگن بزرگترین حامی این جنایت جنگی کیه؟ امریکاست. این بمبارو کی داره انجام میده؟ آمریکاست. فلان افسر نظامی آمریکایی در اعتراض به کمک‌های امریکایی‌ها خودش رو آتش داد تو جریان جنگ غزه. ببین خیلی حرف یه نفر خودسوزی کنه برای چون که اینا رو دیده. میگه برای چه کسی؟ ترامپ هم رأی میخواد. ترامپ برای اینکه بتونه رأی مسلمونا رو که میدونید مسلمونا این دوره به ترامپ رأی دادن، مسلمان امریکا.
بخش قابل توجهشون رد دادن. چرا؟ چون میگفتن با بایدن چیز از خانواده نمیمونه. این LGBTQRSTXYZ همینجوری ادامه پیدا میکنه. ترامپ بهشون وعده داد، گفتش که من برای اینکه رأیشون رو به دست بیارن تو مراسم تحلیفش هم قرار بود این یکی از این روحانیون شیعه هم حتی بره سخنرانی کنه. خب این یعنی چی؟ میگه من رأی مسلمانان خود چجوری با حمایت از نتانیاهو؟ ترامپ هم به این نتیجه رسیده باید جریان میانه روتر در اسرائیل باشن. دیگه به جریانای مثل نتانیاهو این چیزا نباید توجه کرد. بعد گذاشتشون کنار. اعرابم من لازم دارم. آیا حاکمان کشور عربی رو لازم داری یا بدنه مردمی رو؟ بدنه مردمی چجوری موقع لازم داشته باشی وقتی موشکای ایرانی میخورد اونجا همه اونا طرفدار ایران بودن؟ مخصوصا با این سقوط سوریه و این جریان اخوانی که در سوریه به قدرت رسید، مردم دیدن اینا هیچ کاری با اسرائیل ندارن. اسرائیل بمباران میکنه، زیر ساختاشونو میره. باید اینا سریع اصلاح کرد، باید اینا درست کرد. برای همین گفتم خسر دنیا و الاخره شده از این جهت. 5 موفقیت تبلیغاتی حماس توانسته از حوادث اخیر بهره برداری تبلیغاتی کنه و اسرائیل در موقعیتی ضعیف‌تر از گذشته نشان داد. درسته. چرا؟ چون میگه که حماس که تا دیروز گروه تروریستی بود، ضد قهرمان بود، امروز ببینید چه اتفاقی افتاده. مثل ماجرای بتمن و این جوکر، خب شده ضد قهرمان محبوب. حتی که شما خواستید بگین ضد قهرمان دیگه. یک کسی که تونسته با کمترین تجهیزات تو محاصره صد جلوی کسی که تا خرخره بهش سلاح میرسیده، اطلاعات میرسیده، تمام تکنولوژی دنیا در اختیارش بوده، مقاومت کنه و او رو وادار به آتش بس کنه. خب شما نمیگی برای این نسل زد، این جنریشن زی، این الگوی جذابی این حماس؟ از فردا چه میدونم شکل قیافه هاشون و نمیدونم چفیه‌شون و فلان و تو گروهای رپ امریکایی و نمیدونم چیزا وایرال بشه به چرخه، که اگر جمهوری اسلامی ما ارزه می داشتیم بعد این کارو میکردیم. امروز بعد از اینا حمایت میکردیم. یعنی تو بدنه جامعهتون، بطن هرم فرهنگی اجتماعی در امریکا و در کل دنیا یارکشی میکردیم. فرصت طلایی که خون کودکان غزه، خون سید حسن نصرالله شیعه، خون سنوار و شهید هنیه سنی برای ما فراهم کردن. 6 بعد این تو مورد 5 هم بگم، میگه حماس این طرف، حماس یه روبروی هم داشت، نتانیاهو دیگه. مگه میشه دیگه جریانی در اسرائیل بیاد تندتر از نتانیاهو با اون انگیزهای شخصی که گفتم باید جنگو ادامه میداد؟ همه ما تحلیلگرا میگفتیم ته جنگ اسرائیل 2 ماه 3 ماهه، 1 سال و نیم جواب نمیده. چجوری شد 1 سال و نیم کشش داد؟ هیچ اسرائیلی دیگه این کارو نخواهد کرد. بسیار بعیده، دارم تاکید میکنم، بسیار بعیده. میگه ما دیگه ته فشار اسرائیلی رو دیدیم، دووم آوردیم. این آدمای جذابی خواهند بود بر مردم دنیا، از داخل خود فلسطین بگیرید تا بیرون. 6 نابودی زیرساخت‌های غزه و هزینه‌های اقتصادی. این که خوبه که به نفع اسرائیل. گوش کنید توضیحش چیه. میگه بسیار از زیرساخت‌های غزه نابود شدن و انتظار می‌رود کمک‌های مالی بین‌المللی به بازسازی منطقه اختصاص یابد که بخشی از آن به نفع حماس تمام خواهد شد. الان این کامیونا راه افتادن میان سمت مرز رفح که بیان کمک‌های بشردوستانه برسه. اسرائیل میتونه جلو کمک‌های بشردوستانه رو بگیره بدبخت‌تر میشه. نگیره، میگه ما میدونیم بخشی از اینها رو هم حماس استفاده خواهد کرد. و امروز میدونه چجوری باید بسازه. اگه اون تونل مثلا 40 متر زیر زمین بوده، حالا 70 متر میبره زیر زمین. میگه میدونه دیگه الان چیکار. و فراموش نکنیم حماس تو دل این حماس که دارم میگم، یعنی گروهای مقاومت در اونجا تو دل همین تحریم ها اینا رو ساختن. یعنی فکر نکن الان میتونه تحریم رو بیشترش بکنه، نه همین بوده. اون میداند امروز چجوری بیشتر بهره ور کنه داشته هاشو. 7 کنترل حماس بر غزه. علیرغم عملیات نظامی حماس همچنان کنترل غزه رو در دست دارد. اینا حداقلش میگفتن آقا حماس رو نابود نکردیم، از این بعد بگیم که آقا غزه در اختیار جنبش فتح. ابو مازن از کرانه باختری بیاد بر اینجا، میگه آدم سازشکار رو اینو یه رگه بهایی هم داره دیگه، یه رگه ایرانی هم متاسفانه میگن داره ابو مازن. خب محمود عباس جالب، اینجا همین بهاییت هم تاش باز به نفع اینا تموم شده بوده. یا بعد بررسی کرد اینا کاراکترهای نفوذیه که اینا میرن به رهبری میرسونن، بعدش ازشون استفاده میکنن دیگه. خب آیا افتاد دست فتح؟ خیر، دست خود حماس موند. 8 شکاف در روابط اسرائیل و آمریکا. یه خورده توضیح دادم اینجا بیشتر بگم.
جنگ باعث تعمیق اختلافات بین اسرائیل و ایالات متحده شده است. درسته. لابی آیپک دیگه کارکرد خوش از دست داد. اونی که اومدن پول پخش کردن، ترسوندن که از نماینده‌های کنگره دست بگیرن که وقتی آقای نتانیاهو داشت صحبت می‌کرد اینا هی دست بزنن، تشویق کنن، 50 60 باره بلند شمرش دست بزنن و بخندن و فلان اینا. ته توان این لابی بوده. امروز اونجا شکسته. منتقدین جدی داره. بازیگرا یعنی هالیوود یعنی بطن جامعه. خب خواننده هاشون خیلی هاشون شروع کردن موضع گیری کردن. جایزه شون رو می‌خواستن بگیرن، چفی انداختن. نمیدونم چیکار کردن. تو دانشگاه‌های آمریکا بابا اینا بدنه نخبگانی ایالات متحده آمریکا، نه هر کدومشون 10 سال بعد یه مسئولیتی دارن. نفرت از اسرائیل نهادینه شده. اون میدونه یه صهیونیستن چون خسته شده از اینکه آمریکا در اختیار تحت السلطه اسرائیل باشه. یعنی اسرائیل برای آمریکا، نه که آمریکا برای اسرائیل. خب این تعمیق کرده دیگه. کسی مثل ترامپ اینجوری شاخشونه بکشه برای اینا. اون توییت ترامپ خیلی معنادار بود. همه فهم کردن منظور جبهه مقاومتی که اگر آتش بس نشود نمیدونم با خاک یکسانتون میکنم چی همچین عبارتی داشت حالا نابودتون میکنم. همه برداشتش این بود که به محور محور که زیر ضربه بود. منظور اون نبود. حالا خیلی‌ها دارن میگن عجب منظور ترامپ خود اسرائیل بوده که اگر با آتش بس دلیل دیگه اینکه جبهه مقاومت دنبال آتش بس بود. خب اونا میگفتن ما آتش بس نمی‌کنیم در غزه. یادتون باشه حتی مسئولین ما یه پالسای میفرستادن که اگر حالا آتش بس صورت بگیره شاید پاسخی ندیم. خب یه حرفایی زده میشه توسط برخی از مسئولین ما، مصاحبه هاشون هست. درسته؟ این ناشد چی بود؟ پس اینکه دنبال آتش بس بوده. او چرا؟ معلوم اون کسی که مخالف بوده اون طرفی بوده و ترامپ میگه اگه قبول نکنن ما اونا رو نابودشون میکنیم. این شاخشونه کشیدن یعنی همین. ببین تو دموکرات‌ها که هیچ. این طرح صلح تقریبا همون طرح صلح بایدنه. تقریبا مدت‌ها قبل میتونست انجامش بده. نتانیاهو قبول نکرد. خب این که دموکرات‌ها. درسته؟ مون جمهوری خواه مالی همچین نگاهی دارن. اگر این پیروزیه چرا وزیر امنیت رژیم صهیونیستی بن غفیر یا بن گویر داره استعفا میده؟ معلوم شکست دیگه. نهم، خسارت اقتصادی برای اسرائیل. اقتصاد اسرائیل به دلیل جنگ آسیب دیده و بدهی ملیان افزایش پیدا. این خیلی درست. علاوه بر هزینه‌های زیادی که رژیم صهیونیستی در خلال جنگ هر کشوری میده، مثل دیگه توریسم میشکنه، از بین میره. چقدر اسرائیل سختی کشیده بود، زحمت کشیده بود که توریسم را بندازه. یعنی مردم دنیا بلندشن برن اونجا بچرخن، بگن آها اینجا چه کشوری مثلا آرامیه و مثلا همه مردم دنیا میتونن بیان برن اونجا به عنوان توریست. همینا نابود شد. دو، یه کار بزرگی که اسرائیل میخواست انجام بده، این کریدور آیمک که در واقع ایندو پاسیفیک و هند و اقیانوسیه رو میچسبون به اروپا، هند و اقیانوسیه بچسبن به اروپا با واسطه چی؟ به واسطه اسرائیل. یعنی مرکز و سیادت با اسرائیل بود. با این درگیری در کمر این کریدور بمبئی شروع میشد میاد به امارات به عربستان، عربستان به اردن به خدمت شما عرض بکنم اسرائیل، از اسرائیل به اروپا. و مبنا این بود شکست. هزینه این کریدور 1000 میلیارد دلاره. یعنی زیر ساخت‌های هوا شده. حالا کشورهای عربی میخوان بیان احیا کنن، بسم الله عربستان این کارو بکنه، امارات این کارو بکنه، کم میکنه، دارن زحمت هم میکشن برای خودشون، برای اهداف خودشون. به مردمشون چی میخوان بگن؟ اون مردم اجازه میدن به همین سادگی اسرائیلی بیان تو خیابوناشون بچرخن؟ کاری کردن، نفرتی اندوخته شده که هر کسی هر گوشه دنیا صهیونیستی پیدا کنه فکر حساب باز کردن باش باشه. بخش مربوط به تکنولوژی‌های مدرن، سیلیکون ولی به قول اسرائیل، دقیقاً کجا بود؟ شمال فلسطین اشغالی. اینا رو از روز اول حزب الله لبنان برد زیر موشک و راکت و این جمعیت اونجا تخلیه شد. کدوم شرکتی حاضر یه بار دیگه بره اونجا بگه هر لحظه این آتش بس ممکنه بشکنه؟ شما خودتون سرمایه گذار حاضرید این کارو کنید؟ اونم جهودا. خب اینم ضربه اقتصاد. مسئله بعدی که این نگفته،
بحث مهاجرت معکوسه. تا الان 500-600 هزار نفر از جمعیت 7 میلیونی اسرائیل رفتن بیرون، تو دل جنگ رفتن بیرون. الان که قرار آرام باشه ببین چجور سرعت خواهد گرفت. میگه ما بمونیم هر لحظه موشک بخوره سرمون. باید جمع کنم اینجا جا موندن دیگه نیست. مورد دهم، ادامه تهدیدهای محور موقت. میگه اسرائیل همچنان با گروه همپیمان ایران مانند حوثی‌ها و دیگر نیروگاه‌ها درگیر است. بله درسته. شما فکر کردید مثلا غزه آتش بس تموم شد، شما هنوز یمن داره میزنه. از عراق هر لحظه ممکنه پهپادهای شلیک بشه. یک مسئله جدیدی به وجود اومده. اینو اصلا لاپید میاد علیه نتانیاهو حرف میزنه، میگه اشتباه کردید تو سوریه. در سوریه یه بشار اسدی بود، ضعیف بود، صرفاً یه کانال انتقال سلاح بود. این از بین بردید، آوردید اونجا گروه‌های تروریستی رو مستقل کردید که اینا هم اخوانی هن. حماس هم اخوانیه. تا که این جولانی میخواد بگه گربه بود نگاه نکنیم اون طرف اسرائیل رو حمله میکنه. از فردا یک حمله به سنی در درون غزه صورت بگیره، باید به این بدنه اجتماعی که سالها با این ادبیات و با این خطبه و با این روزا بزرگشون کردی، بهشون گفتیم ما میخوایم بریم جهان اسلام رو نجات بدیم، ما میخوایم بریم جلو ظلم وایستیم. خب اول باید علوی‌ها و شیعیان رو بزنیم که نه، خب بسم الله الان سوریه علوی شیعی قدرت در دستش نیست، دست شما. بسم الله مرزم داری با اسرائیل یا علی. اسمت هم جولانیه، اونجا هم بلندی‌ها جولانه در اختیار رژیم صهیونیستی. برو بگیر. با این چیکار کنیم؟ مثالش طالبان امریکا ساخت علیه شوروی، اما باید ببین نگاه کنید، این زیر ساخت فرهنگ اجتماعی میشوراند، آدم پرورش میداد تا این نوک هرم برسه به اون نظامی. فرهنگی اجتماعی سیاسی امنیتی نظامی، این باید نیرو تامین کنه. شما این پایینی‌ها رو میخواد چیکار کنی؟ همینا علیه آمریکا شوریدن، طالبان جلو آمریکا ایستاد. آمریکا میتونست بله از طریق رهبران طالبان توشون نفوذی داشت، از طریق پاکستان روشون اثر داشت، از طریق دوحه یا قطر روشون اثر داشت، یه دیرو چیز کنه، اما فضا و اتمسفر تروریستی است از نظر اونا. اینجا بگیم اتمسفر ضد استعماری بود در مورد طالبان، چه شوروی چه بعدش آمریکا. اینجا اتمسفر و فضای حاکم، جو حاکم ضد اسرائیلی است. اونو میخوای چیکار کنی؟ یه لونه زنبور اون بغل درست کردی که هر لحظه ممکن تسری پیدا کنه به اردن. دیگه نگی شیعه از حکومت علویه نمیدونم چیه اردن میتونه جلوش وایسه. 60% جمعیت اردن فلسطینی تبارن، سنی ان، اونم بالایی هم سنیه. تو سوریه امروز حکومت به دست گرفته. 11 تلفات سنگین نیروهای نظامی اسرائیل. در این جنگ بیش از 400 نظامی اسرائیلی کشته شدن. البته انجام نوشتن در روزنامه تایمز آف اسرائیل که ضربه جدی به توان نظامی این کشور وارد کرد. خودش نوشته. این 400 تا نیست، عدد بسیار بیشتره. اصلا این شوخیه. چندین هزار نفر از اینا به درک واسه شدن. و یک برای چی اسرائیل قایم میکنه؟ چون مرگ برای یهود یعنی آخر، یعنی تمام. اونا مثل ما نیستش که مثلا روی کامیون تشییع جنازه کنن که با افتخار مادر شهید پدر شهید داشته باشیم کوچه بزنیم به نامشون افتخار کن. اونا از نظرشون مرگ یعنی تمام، هیچ ندارن. آخرتی به اون معنی که برای من شما تعریف شده برای اون شهادت طلبی نداره. اون که افوض امری الی الله بچه‌شو بغل کنه به سمت آسمون بگیره مثل اون برادر سنی ما تو غزه، اینجوری نیست. اصلا این فضاها ندارن. اونا میترسن. برای چی یه نفرشون رو با 100 نفر معاوضه میکنن؟ بس که جون دوستن. حتی یه جنازه اگه نیروشون دست دشمن بمونه برای اونها ایجاد ترس میکنه. این همه آدم معلول شدن، کشته شدن. آثار اینا شما خواهید دید. یکی از فشارهایی که دائم دولت اسرائیل رژیم صهیونیستی زیر اون بود از روز اول جنگ گروگان‌ها بودن دیگه. خانواده این گروگان‌ها هر روز دعوا، هر روز تو پارلمان تو کنست کلیپاش بیرون میومد دیگه. هر روز جنگ و دعوا، فشار به رژیم صهیونیستی. حالا که جو جنگ و اون اشراف اطلاعاتی نظامی رو رسانه‌ها بخوابه، یعنی عجب چجوری شما 400 تا کشته دادی؟ پس این قبرا چیه؟ کلی از اینا رو به اسم خودکشی فاکتور خواهند کرد، بدونید. کلی از اینا رو من برام قطعیه به اسم خودکشی فاکتور، همونجوری که تلفات امریکایی‌ها رو در
عین الاسد بعدن به اسم خودکشی خیلیشون رو فاکتور کردن رفت 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا فاکتور میکردن رفت که این یه جا دیگه. اولی یادتون میاد ضربه ملایم مغزی از 10 11 نفر شروع کردن رسید به 100 خورده این نفر. هی ضربه ملایم مغزی که چه کوفتیه. 12 افزایش بدهی ملی اسرائیل. علاوه بر هزینه‌های جنگ، بدهی ملی اسرائیل به شدت افزایش شده و اقتصاد به دلیل کاهش بیش از 20% فعالیت اقتصادی آسیب دیده است. تو بخش اقتصادی کامل تقریبا کامل کلی توضیح دادم. خب مسئله اینه که آینده اقتصادی اسرائیل هم نابود شد. یعنی امروز کی حاضره به سرمایه گذاری کنه اونجا؟ یادتون نره اصلا باید بفهمیم طوفان الاقصی چی کار کرد، 7 اکتبر چی کار کرد. بایدن قرار بود بیاد از این ابرتر و کلان پروژه خودش رو نمایی کنه. بیاد چی بگه؟ بگه دعوای اعراب و اسرائیل بین بردم، یه طرح اقتصادی تعریف کردم، کریدور جدید با محوریت اسرائیل رو شما به رسمیت بشناسید، پول و امنیتتون تضمینه. این بود دیگه. 2 ماه بعد از یعنی 7 اکتبر می‌خواست اینو اعلام کنه. این جالبه چند جا بایدن مصاحبه کرده که این حماس پدر طرح منو در آورد. خراب کرد طرح منو. حماسی هم دیدن دارن کنار گذاشته میشن از مذاکرات و دارن برای کشورشون تصمیم گرفته میشه کشور عربی هم دارن کوتاه چیکار کردن؟ انتحار کردن. اصلا تشوین میخواد ببینید دیگه. زدن به خط خراب کردن. گفت دیگه که برای ما نمیجوشه، هر چی میخواد توش بجوشه. زدن فاتحه‌شو خوندن. 13 عدم ثبات در غزه پس از جنگ. اینم مهمه، گوش کنید. حتی اگر کنترل حماس بر غزه کاهش یابد، به دلیل نبود برنامه مشخص برای آینده سیاسی غزه، احتمال بروز بحران‌های جدید علیه اسرائیل وجود دارد. ببینید نتانیاهو سیاست خودش این بود که همیشه یک حماس ضعیف باقی بماند، خیلی قوی نشه. چرا؟ چون بتونه گروه‌های مقاومت رو 16 17 تا گروه مقاومت ما داریم در غزه، با یه نفر اسرائیل طرف باشه. وقتی میگه آتش بس دیگه یه دونه گلوله هم شلیک نشه. اما اگه از فردا شما میگی ما حماس رو ضعیف کردیم، داره اون طرف ماجرا رو میگه نتونه اینا رو ما آقا طرف پدر کشتگی داره با اسرائیل. اصلا یه نفر خانواده‌اش آسیب دیدن در به در دنبال که از این صهیونیست‌ها بکشه، ولو با این بادبادک‌های آتش‌زا بره آتیش بده مزارعشونه. خب یه اسلحه دستش گرفته تکثیر اندازی از راه دور یکی از این سربازا اینا رو به درک واصل بکنه، هر طریقه میگه اون کنترل و اشراف غزه از بین رفت. هر لحظه ممکنه اونجا یه راکتی پرتاب بشه، باز دوباره صدای آژیر رو مردم برن توی پناهگاه و شرکت‌های اقتصادی نیان و قصه ادامه قصه مهاجرت معکوس و این ماجرا. 14 تاثیر روانی و اجتماعی جنگ بر اسرائیل. تلفات غیر نظامی و سربازان تاثیر عمیقی بر جامعه اسرائیل گذاشته است. اینا اعترافات تایمز آف اسرائیل ها، اینا رو دقت کنید. از جمله کاهش اعتماد عمومی به دولت و ارتش. ببینید هیمنه امنیتی اسرائیل با 7 اکتبر شکست. برای چی اینجوری کشت و کشتار میکرد؟ میخواست موازنه جدید تعریف کنه، بگه بله میتونید یوهی با پاراگرایدی رو این کارا بکنید، اما بعدش من بد میزنم، شخ میزنم، نابود میکنم، به هیچ کی رحم نمیکنم. مثل این کسایی که دعوا میکنن اول خودشونو میزنن، میرن وسط دعوا 2 تا چاقو به خودشون میزنن، مثلا میگه ما دعوا نمیترسیم. خب اسرائیل همچین کاری کرد، اما این آتش بس نشون داد ادا بوده. نه روز اثر هم گذاشته ترسیدی و امروز ساکنان یعنی صهیونیستای ساکن در رژیم صهیونیستی عمیقاً باور دارن ما کاری کردیم، ما یعنی صهیونیست خودشون رو دارن میگن اینا، خب که کاری صورت گرفته که امروز اسرائیلیا دیگه امنیت در داخل فلسطین اشغالی ندارن. هر لحظه ممکنه یه راننده کامیونو بگیر روشون، هر لحظه ممکنه که با یه چاقو بهشون حمله کنه. میشه آدم توی منطقه همیشه دائم اینجوری ترس داشته باشه؟ و اینا پدر کشتگی داره، اینا خون دادن. ببین آیا امکان داره بین روسا و اوکراینیا مردم ها بدنه دوستی برقرار بشه به این سادگی ها؟ خیر، پدر کشتگی دارن، اصلا کشتن. او یه روس میبینه میگه این برادر منو کشته، عموی منو کشته، موشک نمیدونم روسا اومده اینقدر آدم کشته. دقیقاً همین اتفاق امروز افتاده. کی میتونه الان مثلا اینا رو هم نزدیک کنه و آرام کنه؟ امکان نداره. و یه نفر که کشته میشه 30-40 نفر درگیر میکنه، کل رفیقاش و فامیلاش، همکلاسیاش، به جوامع مختلف آدما عضون دیگه، تو جامعه تحصیلی، تو جامعه خانوادگی، تو جامعه دوستان. همه اینا امروز یه صهیونیست رو یک سوژه انتقام جویی میبینن، نه فقط تازه در رژیم صهیونیست، در کل دنیا.
شماره 15 و آخرین مطلبی که تایمز آف اسرائیل گفته اینه که ایجاد تنش‌های داخلی در اسرائیل. جنگ باعث بروز اختلافات سیاسی اجتماعی در داخل اسرائیل شده که برخی جناح‌های دولت را مسئول وضعیت می‌دونن. بسیار درسته. چه ماجرای بن گویر وزیر امنیت اسرائیل و اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که اصلا سخنرانی داغ کرد که گریه کرد، سخنرانی داغ کرد که من کابینه اسرائیل رو ساقط خواهم کرد. اینا جزء طرفدارای دو آتشه نتانیاهو بودن. همینا دور هم جمع شدن کابینه نتانیاهو رأی آورده. خب همینا بشکنن چی از نتانیاهو میمونه؟ از کابینه‌اش چی میمونه؟ و یقینا اگر اینا حمایت آمریکا رو میخوان، حمایت اروپا رو میخوان، حمایت جای دیگر رو میخوان، اگر میخوان با اعراب راحت بتونن زندگی کنن، باید جریانای میانه روتر بیارن وسط. خب که این چه فضایی رو به وجود میاره برای اون هسته سخت اعتقادی رژیم صهیونیستی. برای اون هسته سخت این آسیبه رو میبینه دیگه. میگه ببینید آخرش ما دیگه بیشتر از این، تندتر از این نمیتونستیم بیایم. ته داراییمون رو کردیم، باختیم. و دیگه نقشی نخواهیم داشت. یعنی اون صهیونیسم مذهبی، یه عده از اینا سکولارن. خب اونو به کنار. اون صهیونیسم مذهبی عقیدتیه امروز آسیب جدی دیده. و موارد متعدد دیگه که اینجا نیست. بخوایم میتونیم به این 15 چند تا هم من شما اضافه کنیم. 16 17 18 اضافه کنیم. آقا یک سری از دارایی‌های صهیونیست‌ها تو منطقه از بین رفت. اینا کلی زحمت کشیده بودن، یک روکشایی رو درست کرده بودن، یک ظواهر امری رو درست کردن با کشورهای عربی، با ترکیه، همه اینا به باد رفت. لو رفت. اردوغان امروز همه کشور اسلامی شناختن. دنیا شناخت این چقدر منافقه. امارات سوخت، عربستان سعودی سوخت، اردن سوخت وقتی از جلو موشک‌های ایرانی ایستاده بود. وقتی هواپیمای اسرائیل از روی اردن عبور کردن برای حمله به ایران. اینا تموم شدن. بعد مردم بعد شما رو بپسندن دیگه. سالها اینا زحمت کشیده بودن بگن که یهودی ها، ببینید دقت کنید، شیعیان دارن از شما سنی ها میکشن، شیعیان دشمن اصلی شما سنی هان. خب ما یهودی ها نیستیم، ما دوستیم، ما طرح ابراهیم میخوام انجام، ایران خطر بزرگه. خب حالا کی باشون وایستاد؟ اصلا باید خونهای بزرگی ریخته میشد برای اثبات این. من راضی نیستم و اینجوری برداشت نشه میگم ما راضیم. نه، مدل اون خونه. خب اما عرضم اینه که چرا ما تو ماجرای سوریه یکی از دلایلی که کنار کشیدیم، اصلی ترین دلایلش از نظر بنده این بود که دوباره تو سوریه ما درگیر میشدیم، میگفتن بیا سنی دارن میکشن، جنایت های اسرائیل فراموش میشد. اردوغان این ایران مثل مادری که یه مثالی هست از میگن، حالا منتسب میکنم به قضاوت امیرالمومنین، که دو تا زن بودن ادعا داشتن که این بچه مال کدومشون، امیرالمومنین گفت بگیرید اینو و وسط با شمشیر میذارم نصفشون، نصف مال تو نصف مال اون. شمشیر رو برد بالا، مادر اصلی بچه رو ول کرد. حضرت فرمان مال اینه. حالا امیرالمومنین هم نباشه مثال دیگه. خب ایران بچه‌شو ول کرد. چرا؟ چون اون خطر بزرگتری داشت. امروز سید حسن نصرالله سید عربه. برید ببینید سنی‌ها چیز دارن ازش یاد میکنن، مسیحا چیز دارن یادش میکنن. همیشه اینا مسخره میکردن حزب الله الکیه. روزای جنگ یادتونه وقتی این رادارا و این دوربینای حسگرا و دوربینا و سنسورهای اسرائیلی رو با موشک‌های دوش پرتاب و از راه دور اینا رو مثلا هدف قرار میدادن، خب میگفتن حزب الله فقط دکل میزنه. نه، حزب الله بدنه فرماندهیشو و رأس حرم خودشو، رهبر خودشو فدا کرد برای آرمان فلسطین. امروز مردم دنیا میگن آقا شیعه با ما بود و دشمن اصلی یهود است، صهیونیسم است و سنی هایی که با او باشند. شیعه هم اگه باشن همین چه فرقی میکنه؟ و مردم دیدن چه خیلی از این ادعاها دروغ بود. تا بن دندان اینو حس کردن، سلول وجودشون امروز اینو حس کردن. سالها زحمت کشیده شده که اسرائیل نه خطر نداره، اسرائیل فلان نیست، ما باید وارد صلح بشیم. یه جد مشترک داشتیم ما مسلمونا و یهودیا، حضرت ابراهیم بوده، طرح ابراهیم، معامله قرن، چه همه باشد. نمیگم الان اینو رها خواهند کرد، نه، اونا با تمام توان به سمت احیای معامله قرن میرن، اما واقعیتش اینه که چقدر بدنه مردم پشت این خواهد آمد. کدوم اسرائیلی دیگه جرئت میکنه بیاد راحت تو امارات بچرخه، تو فلان کشور عربی بره بچرخه؟ نه، نفرت و اون پدرکشتگی چی شد؟ رسوب کرد، تعمیق شد، محکم شد. فلذا 40,000 تا شهید دادیم، 50,000 تا نام آدم شهید شدن. میدونم دردناکه، بله، کشت و کشتاری صورت گرفت، بله، تقسیم کنیم بگیم 40,000 تا از جمعیت
2 میلیونی 2 خورده غزه. میفهمم اینو، نباید هم اتفاق میافتاد، اما این خونه ها بلایی سر اسرائیل آورد که این ذره. من اسرائیل دیگه رو به زوال میبینم، خودم اینجوری نگاه کنم، چون بالاخره باید 4 تا صهیونیست برام تو اونجا زندگی کنه یا نه؟ اونا دیگه میترسن. بعد اون مثل من توی مسلمون شهادت طلب نیستش که در میره. مشکل رژیم صهیونیست فرار سربازاش بود. 2 ماه تو جنوب لبنان 500 متر نتونست جلو بره. بعد این اومده مثلا چی رو بیاد مثلا عوض بکنه؟ الان غزه رو تونست نابود بکنه؟ ما حزب اللهی که بدنه رهبریش آسیب دید، حالا ببینید چجوری خوشو بازسازی بکنه. وایسید ببینید. علل خصوص از حیث نظامی حزب الله امروز از نظر آبرو ریبرند شد. تو جهان اهل سنت بعد از ماجرای داعش و میگفتن حزب الله به اسد کمک میکنه مسلمون کشی بکنه، میگفتن حزب الشیطان. به سید حسن نصرالله الفاظ دیگه برایش ایشون استفاده میکردن. اینا تموم شد. یعنی خون این شهید بزرگوار. ببینید آدمی بالاخره هر لحظه هر کدوم ممکنه بیفتیم بمیریم. یکی کرونا میرد، دنیا میره. چند تا از مسئولین خودمون و چه میدونم علمای خودمون مثلا با کرونا دنیا رفتن. خب اینقدر عمر پربرکت باشه آدم در ایام حیاتش کمک کنه، یک تشکیلاتی بسازه، ساختاری بسازه و با رفتن خودش اون شجره و اون درخت رو آبیاری کنه با خون خودش که این ثمره بده، میوه بده. امروز نسل جدیدی از این جوانهای حزب الله لبنان به رهبری رسیدن. امروز اینا انگیزه دارن. در این تصاویر بود دیگه افرادی که انگشتاشون آسیب دیده بود تو ماجرای پیجرها که واقعا حادثه بزرگی بود از نظر من. نشون داد که رفتن تو اون جبهه وایستادن و تصاویرشون حالا کنارشون تار شده بود، میده با همین انگشتای قطعش طرف وایستاده داره موشک ران میکنه با اون انگشت دست دیگه‌اش که سالمه. یعنی اینا انگیزه دارن. اینا اینجوری نیستش که به این سادگی کوتاه بیان. نه بله بدونید یه نکته آخر بگم، اینا مهمه، خیلی خیلی مهمه، اصلا شاید موضوع برنامه دیگه‌ای باشه. شک نکنید جنگ شکلش رو عوض خواهد کرد. اسرائیل نظامی دیگه نمیتونه ادامه بده، چون دید چقدر براش هزینه زاهه. میاد چیکار میکنه؟ شیفت میکنه رو نبرد هیبریدی. و این تروری که در کشور اون اتفاق افتاد رو بگذارید، توییتش رو زدم قبلا، دیدار پومپئوی اونجلیست که خودشو شرعاً خادم اسرائیل میدونه. بدونید اونجلیکال ها اینطورن. با مریم رجوی میتونست اینو پنهان کنه. این که علنیه، ببینید چقدرش پنهان بوده که علنیه کری خونیه دیگه. و بعدش این تروری که بین در دیوان عالی کل کشور اون اتفاق افتاد، 2 تا از قضاتمون شهید شدن. خب این برای چیه؟ میخواد بگه که حالا من دیگه نظامی نمیتونم باید بجنگم، یه لایه اومدم پایین‌تر، امنیتی باید میجنگم، اطلاعاتی باید میجنگم. همین کارو منتظر باشه در لبنان بکن، در عراق بکنه، در جای دیگه کشور مقاومت انجام بده. به دنبال شدید به دنبال ترور سران خدمت شما عرض بکنم حوثی ها در یمنه. دنبال اطلاعات، میخواد از اینا اطلاعات به دست بیاره و روی اینا کار خواهد کرد. دیدید که اسرائیل اهل برنامه‌ریزیه. ما اینجا باید خودمون هم دستگاه اطلاعاتی امنیتی ما هم خودشو باید بروز بکنه. ما دیدیم که از نظر اطلاعاتی امنیتی ضرباتی خوردیم، تعارف نداریم، باید این جبران بشه. شهادت اسماعیل هنیه در قلب تهران ضربه است. شهادت سید حسن نصرالله از نظر حفاظتی در اونجا ضربه است. شهادت بدنه فرماندهی حزب الله ماجرای پیجرها ضربه است. اونها بخشی از وجودمان. جبهه مقاومت یک وجود مقدس یک پارچه است. باید هم نه تنها خودمون رو قوی بکنیم، بروز بکنیم، بلکه از اضلاع دیگه محور مقاومت هم باید بتونیم حفاظت بکنیم. جنگ پیش رو جنگ دیگه لایه‌های پایین‌تره دیگه، یعنی جنگ فرهنگ اجتماعی و جنگ سیاسی امنیتی. اینها رو باید مدیریت بشه. احتمالاً مثلا در لبنان این رئیس جمهوری که الان سر کار اومده این امریکاییه. بحث خلع سلاح حزب الله رو داره مطرح میکنه. چیز جدیدی نیست، نترسید. خلع سلاح حزب الله رو این سعد حریری هم قبلا میگفت. خب باید بدونید اختلاف ممکنه بندازن، اما خب اون خون شهیده اونجا از نظر فرهنگی اجتماعی زیرساختاری فراهم کرده که بشه روی اون چیکار کرد، ایستاد و مانور داد. در کشور خودمون اینا قدیم یه طرحی داشتن صهیونیستا، CIA هم تو ایران داشت تحت اون پروژه جوش، جستجو و شکار. اینا همیشه یه سری لیست داشتن، همیشه اینو به روز میکردن. مثلا 100 نفری که باید بزنن، 50 نفری که باید بزنن،
بعد رو همه اینا تیم سوار کرده بودن، هر روز رفت آمد از محل کار به خونه، چی همه اینا رو بررسی میکردن. روزی که می‌خواستم بزنم گفتم مثلا تو یه روز بزنیم، میگفتم پروژه جوش. حتما رو اینا رو فعال خواهند کرد. اصلا وقتی میرن سراغ سازمان مجاهدین خلق، برای چی میرن سراغ اونا؟ به خاطر اینکه بتونن از توان اونها تو خرابکاری و ترور استفاده کنن، کار درست که نمیتونن انجام بدن. الان دیدید دیگه، الان دور افتادن تو شبکه‌های اجتماعی، پیوسته رسانه‌ای داشتین ترور این دو غازی شهیدمون، شروع کردن هر کسی نمیدونم فلانی حکم به من داده و بهمانی حکم به من داده بود. خب شروع کردن این پیوسته رسانه‌ای دین، این پیوسته رسانه منسجم با این، میفهمی یک کاره، جنگ هیبریدی در پیش خواهد بود. یعنی دیگه سطحش به اون شکل نظامی نمیشه. خب یعنی ترجیح اسرائیل اینه نشه، ترجیح آمریکا اینه نشه. تو لایه پایینتر امنیتی، اطلاعاتی، ترور هدفمند، افراد خاص و ایجاد آشوب تو این کشورهای محور مقاومت. تو عراق شروع مثل ماجرای انقلاب جوکرها بود که درست کردن، خب جوکر جماعه میگفتن اگه خاطرتون باشه. تو ایران مثل ماجرایی 2-3 سال پیش خودمون خانم امینه پیش اومد. توی یمنش الان دارن مخالفین حوثی‌ها رو دارن تجهیز میکنن. در لبنان همینطور مخالفان سیاسی محور مقاومت رو دارن تقویت میکنن و حتما اینا وارد شکل دیگه و جدیدی از نبرد خواهند شد. امیدوارم مفید بوده باشه. عرایزم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. تعجیل الفرج قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله صلوات بفرمایید.